اول به طاغوت کافر شد. طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که میخواد که قانون مخالف قانون الله. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان. آیا طاغوت فرد است یا گروه است و یک اندیشه هست؟ او مچید رفته، از مچید چی میگیرد وای؟ چی میگیرد ای مچید؟ هیچی نمیگیرد، هیچی نمیگیرد. اینا کلشان کسایی هستند که اینا قوانین جماعت ها و گروه های هستند که اینا طاغوت هستند به شکل چی؟ به شکل یک گروه، به شکل یک سیستم، به شکل یک حزب. پس حزب کمونیستی، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراسی، سوسیال دموکرات، حزب نشنالیستی، اینی کلش احزابی هستند که یا احزاب طاغوتی هستند. چرا؟ اینا در اساس نامه حزب ازیا قوانین ضد قانون الله. ببینین وقتی که ما کلمه طیبه را میخوانیم، در کلمه طیبه لا اله الا الله، اینجا اله کی هست که او را باید نفی کنیم؟ لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه. ببین اینجا گفتن نیست هیچ کسی، پس هیچ کس مستحق عبادت نیست و هیچ کس این حق نداره که بر ما قانون بسازه، حلال معلوم کنه که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی بد. حق الله است، قانونش الله تعیین میکنه. کسی دیگه پیغمبر تبلیغ میکنه این قانونه، علما آنچه که الله قانون الله هست او را تشریح میکنن، توضیح میکنن، اما خودشان از خود چیز ساخته نمیتونن. اینال در لا اله الا الله آیت دیگه ما براتون ایرم شاید تشریح کرده باشم که میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. در آیت قرآن سعی کنید چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. پس اینجا دو چیز بر انسان نشان میده که مسلمان اول باید کافر شود. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید کافر شوی. به چی کافر شوی؟ اول به طاغوت کافر شوی. طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که میخواد که قانون مخالف قانون الله بسازه. طاغوت کی است؟ اگر از پیش شما در سوال امتحان براتون سوال بیارم که طاغوت تعریف کنین، چه قسم تعریف میکنین؟ طاغوت کی است؟ کسی که پس طاغوت کیست؟ انسانی است که قانون مخالف قانون الله میسازه. خود مطرح میکنه میگه بین بر من رکوع کنین، بین بر من سجده کنین. پس اینی طاغوت است. اینال طاغوت، آیا طاغوت فرد است یا گروه است و یک اندیشه هست؟ آفرین، کسایی که در درس اول بودن میفهمن که طاغوت گاهی در لباس یک فرد می باشه. اقسام طاغوت سه قسم است. یا طاغوت به شکل یک فرد ظهور میکنن، طاغوت به شکل یک فرد ظهور میکنن، مثل فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من خدایتان هستم، من براتون قانون میسازم، بین بر من عبادت بکنین، بین بر من سجده کنین، بین از قانون من پیروی بکنین. پس طاغوت قسم اولش فرد است. کدام طاغوت ها؟ مثلا طاغوت فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، شداد یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود، ابو جهل یک طاغوت بود و در عصر ما و شما استالین یک طاغوت بود، مارکس یک طاغوت بود. این حال
طاغوت کیست که به ضد قانون الله قانون غیر الله را میخواد که تطبیق شد. و این طاغوت احیانا به شکل فرد میباشه، احیانا طاغوت به شکل یک گروپ میباشه، یک حزب میباشه، یک سازمان میباشه، یک اندیشی، یک سازمان سیاسی میباشه. مثل نشنالیزم یک سازمان سیاسی است که اساس و مبدأش ضد قرآن به قوم پرستی و ترجیح یک نسل، این نشنالیزم است. سوسیالیزم، سکولاریزم، اینا کلشان کسایی هستند که اینا قوانین چی هستند؟ جماعت ها و گروه های هستند که اینا طاغوت هستند به شکل چی؟ به شکل یک گروه، به شکل یک سیستم، به شکل یک حزب. پس حزب کمونیستی، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراسی، سوسیال دموکرات، حزب نشنالیستی، حزب پشتونخوا، حزب ستم ملی، اینی کلش احزابی هستند که یا احزاب طاغوتی هستند. چرا؟ اینا در اساس نامه حزب ازیا قوانین ضد قانون الله هست. وقتی که اساس نامه‌اش بخوانی و این مقایسه بکنی که با قرآن در تضاد است، یکی حزب الله هست و یکی حزب شیطان. حزب الله گروهی هستند که قانونشان مطابق قانون قرآن است و حزب شیطان امی طواغیت هستند که قوانین از اینا ضد قانون الله است. پس احیانا طواغیت در لباس یک گروه یا یک حزب، یک گروه سیاسی تبارز میکنه و احیانا هم طاغوت در لباس یک اندیشه، یک فکر، یک فلسفه‌ای که انسان میگه که اصلش شادی است، یک فلسفه طاغوتی است. چون در قرآن میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، ما کی رو کرامت دادیم؟ بنی آدمه. پس اصل بنی آدم است، مکرم است. اگر ما بگیم اصل ما شادی هست، پس کرامت به شادی برمیگردد، چون اصل. پس داروینیسم یک اندیشه طاغوتی است. سکولاریسم یک اندیشه طاغوتی است. چرا؟ در این اندیشه قانونی است که دین باید از ساختار جامعه دور باشه. دین نمیگن یک چیز فردی است. تو میتونی بری در مسجد دیندار باشی، در کلیسا دیندار باشی، در مندر بری دینداری بکنی، لکن وقتی که در ساختار سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، تربیوی جامعه آمدی، بازی یه دین نیست. پس یک سکولاریسم خودش یک اندیشه طاغوتی هست. دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که ما قانونی که خدا ساخته چیزی رو به نام آسمانی نمیشناسیم. بزرگای دموکراسی یکی خاطر است که یشتوکا و خرزابطای دموکراسی گپ میزنن، ما که خرزابطا جنجال نداریم. فکرتان باشه همیشه که خرزابطا جنجال نکنین، گپای جنرالایش بشنوین. اینا جنرالای دموکراسی چی میگن؟ جنرالای دموکراسی میگن که ما باید قانون را پایان کنیم از آسمان به زمین، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. پس اینجا چیزی در دموکراسی به نام آسمانی وجود نداره. از این خاطر اینه میگن که انسان سالاری. انسان سالاری چی معنی؟ یعنی انسان سالار قانون ساز است. انسان کسی است که قانون میسازه. پس خود دموکراسی از دیدگاه قرآن یک اندیشه طاغوتی است. چرا که قانون برای بشر میده. پارلمان اگر گفت شراب حلال است، اوکی شراب حلال است. اگر پارلمان گفت شراب حرام است، شراب حرام است. هر چیزی که هر قانونی که میسازه کی میسازه؟ پارلمان میسازه. پس پارلمان گروهی از طواغیت هستند که قانون ضد قانون الله میسازه. کابل بانک کار کنه یا نکنه 6% 7%. پارلمان چی میگه؟ اگر پارلمان اعضای مسلمان باشه میگه برادر نه اونجا خواهی نه سری قرآن است، اینجا گپ نیست در پارلمان مطرح نکنین، بفرمایید. چون مسلمان ها شورا دارن. در شورا چی مطرح میشه؟ او چیزی که در اون نص صریح نباشه. بانک سعودی کار کنه یا نکنه
در دفتر پارلمان وقتی که مطرح میشه در شورای مسلمان ها، پارلمان که از کلمه غربی است که مربوط به دموکراسی میشه. پس وقتی که شورای اسلامی باشه، شورای اهل حل و عقد باشه، وقتی که مسئله سود مطرح میشه باشه میگه الله اینجا جای مناقشه نیست، سود حرام است خلاص. اما اگر مناقشه کرد که نه سود باشه 5% باشه یا 4% باشه یا 2% باشه، پس اینا مجموعه از تواقیتی هستند که قانون ضد قانون الله میسازه. پس احیانا طاغوت در لباس چی می باشه؟ در لباس یک اندیشه، یک فلسفه است که این فلسفه لادینی هست، بی خدایی هست. در لباس یک مکتب سیاسی یا اندیشه سیاسی. والله در اندیشه ما چی هست؟ ما سوسیال دموکرات هستیم. چی معنی سوسیال دموکرات؟ والله ما را خوش میاد که اقتصاد اسلامی را خوش را داریم، اقتصاد مارکسیستی را خوش داریم. پس اینی احزاب و گروه هایی که یا اندیشه هایی که اساسی از اینا چی باشه؟ قانونشان در تضاد با قانون خالق باشه، اینی چی هستن؟ طاغوتی هستن. مارکسیسم، لنینیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، داروینیسم، فلسفه های عقلگرایی، فلسفه های حسگرایی، ماده پرستا، ماتریالیسم، اینی اکثرا اندیشه هایی هستن مثلا فری مسونرز که شیطان پرستی هست. این کلش گروه هایی هستن که کلشان به شکل اندیشه در لباس یک طاغوت هستن. این آیت قرآن چی میگن؟ آیت قرآن میگه که فمن یکفر بالطاغوت، خوب متوجه باشین، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول باید به فردی که طاغوت است تو کافر شوی، باید به فرعون کافر شوی، به هامان، شداد، نمرود، و به کی کافر شوی؟ به این احزاب طاغوتی که قوانینشان اساسنامهشان ضد قانون الله هست، به این هم کافر شوی. و سوم چه قسم به کی کافر شوی؟ سوم به او اندیشه هایی که اندیشه های ضد قانون الله هست، اندیشه های ضد دین الله هست، ضد قرآن هست. این با این اندیشه ها باید کافر شوی. اول باید به این کافر شوی. این حال کسی که تا یکی از این احزاب است و پیروی یکی از این اندیشه ها میکنه، بازی خود کافر به اون نشد دیگه، این خود او داخل است. اول باید اگر در این احزاب و در این گروه ها و در این اندیشه ها هستی، اول این اندیشه ها رو او سپرتی. قرآن هم تو میگه فمن یکفر بالطاغوت، بکل هزی فرد باشه یا حزب باشه یا اندیشه باشه، به این تواقیت اگر کافر شدی و یؤمن بالله، بعد از ایمان به الله آمد، باز میگه فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز میگه این تمسک ورزیده بشی و عروة الوثقی. عروة الوثقی چی میگه؟ ریسمان محکمی هست که یک طرفش در دست تو است، قرآن عظیمشان، و یک طرف دیگهش در ید دست بلاکیف الله سبحانه و تعالی. او وقت باز تو از این ریسمان قلبت مرتبط است با الله و قانون الله را گرفتی به دست. اونجا هست که فقد استمسک بالعروة الوثقی. پس یکی مسلمان افغانی هست، یکی مسلمان قرآنی. مسلمان افغانی چه قسم مسلمان است؟ مسلمان است میگه با صد گروه آشنا باش، با خدا باش. یعنی کمونیست شو، سوسیالیست شو، دزد شو، قمارباز شو، بازتر اجازه میده میگه با خدا هم باش. یعنی اینجا که شراب فروشا بگرد، باز بگه من با خدا هستم. اونجا که رقاصه ها خوب آمده چکر بزن، باز بگه من خب با خدا هستم، با صد. این مسلمان افغانی هست. این اندیشه قبیلوی و قبل از اسلام افغانستان است. اما مسلمان قرآنی کدام مسلمان است؟ مسلمانی است که اول به این عادات و رواج ها و گروه ها و احزاب به کافر شوه و یؤمن بالله، بعد از به الله ایمان بیاوره. باز اونو را قرآن میگه که فقد استمسک بالعروة الوثقی، اینی هست مسلمان قرآنی.